خب دانشجوی محترم، الان قراره ما بخیه مترس عمودی یا ورتیکال مترس رو یاد بگیریم. برای زدن بخیه مترس عمودی ابتدا از فاصله حدود مثلا 5 میلیمتری 5-6 میلیمتری لبه زخم وارد میشین و از همین فاصله دور از سمت دیگه خارج میشین. دوباره سوزن رو از محل مناسب میگیرید و به صورت عمود نسبت به محل خروج نخ بخیه‌مون و زخمی که هست، برشی که هست، نزدیکتر بین این دوتا وارد میشیم و در سمت مقابل هم در بین این فاصله ورود این نخ و این لبه برش، بین این دوتا فاصله، یعنی نزدیکتر به لبه زخم، خارج میشیم. بعد مشابه اصول گره زدنی که بلدید، 2 دور در جهت عقربه های ساعت، در خلاف جهت عقربه های ساعت و مشابه اولی گره میزنیم و انتهای نخ رو میبریم. همونطور که میبینید این نامگذاری این نوع بخیه زدن به عنوان مترس عمودی یا ورتیکال مترس به این خاطره که این دوتا نخ بخیه‌ای که از بافت بیرون میمونه، جهتی که قرار میگیره عمود بر لبه برش یا محل زخممون هست. به همین خاطر این بخیه رو به عنوان بخیه مترس عمودی یا ورتیکال مترس نامگذاری میکنیم. ویژگی مهمی که این بخیه داره اینه که نسبت به بخیه سیمپل یا اینتراپتد میتونه یک کشش بیشتری رو تحمل کنه و لبه های زخم رو بیشتر به هم نزدیک کنه. اما همونطور که گفتم بخیه های مترس، مخصوصا مترس افقی، یک مقدار خونرسانی لبه های زخممون رو به مخاطره میندازن. این بخیه به خاطر شکلی که داره یک نام دیگه هم بهش میدیم که نشون دهنده نحوه بخیه زدن هم هست. همونطور که دیدین از سمت دور وارد شدیم، از دورتر از زخم وارد شدیم و دورتر از لبه برش یا زخممون خارج شدیم. از همون سمتی که خارج شدیم مجدد وارد شدیم، از نزدیکتر وارد شدیم و از نزدیک خارج شدیم. به همین خاطر به این بخیه دور در دور، نزدیک در نزدیک هم میگن، برای اینکه تکنیکش رو هم توی این اسم نشون میده. برای دانشجوها راحت تره، میگیم یک بخیه‌ای که به صورت دور در دور، نزدیک در نزدیک باشه، میشه مترس عمودی یا ورتیکال مترس.